بستان در گرمی تفسان در حجازه که در یک سال یک بار یا دو بار آیا باران میبارد یا نه، ابر اومده است بالای سری پیغمبر. حضرت میگه فاذا نظرت فإن فيها جبرئیل علیه السلام. وقتی خشرو دقت کردم، میگه نگاه کردم، حضرت جبرئیل علیه السلام از پشتی ابر نمودار شد. فنادانی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك و ما ردوا عليك. حضرت جبرئیل میگه صدام کرد، گفت ای حبیبی خدا تو محزون نشو، تو تنها نیستی. خداوند همه او جبر او رذیلی های کردن همه او را دید، همه سخنهای قبیحی که در حق تو گفتن خداوند همه را نسبت خود قبول کرد. و قد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیه. ملائکه که ها را نزد تو فرستاد، ملائکه را که ها در اختیارش هستند، هر امری که کنی اجرا میکنه. تو شکایت کردی که من کسی ندارم، شکایت کردی که کسی از من پشتیبانی نمیکنه، خداوند عرض دادی ترا شنید، شکایت ترا قبول کرد. یک ملائکه بزرگ شکی تمامی که ها در اختیارش هستند با خدمت تو فرستاده است، هر امری میکنی گفت مرحمت. حضرت میگه ملائکه صدام کرد، سلام داد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم هذا فيما شئت او ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. گفت ای حبیبی خدا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من در خدمت تو هم چی میفرمایی؟ قسم به خدا گفت اگر روزی بخواهی همین دو کوهی که از دو طرف مکه را احاطه کرده است، یکی با نام ابو قبیس و دیگر قعیقیان، در بالای سری مشرکا همش پخش میکنم، یگان نفرش زنده نمیبونم، فقط تو امر کن. اما این سخن بر رحمت عالمیان نگرانده شده بود. پیغمبری که وحی خداست، با پیغمبری که خداوند گفت که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ای محمد ما تو برای رحمت عالمیان فرستاده. آیا رحمت عالمیان روا میبینه که کودکای بیگناه در زیر سنگ در زیر کوه هلاک شوند؟ هرگز نه. حضرت گفت بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده ولا یشرک به شیئا. گفت من فقط همین یک آرزو دارم از خدا، یک امید، یک تمنا دارم از پروردگار بزرگ که الله ذوالجلال از صلب همین پدرای کافر فرزندان صالح با ایمان به دنیا آورد که فقط عبادت خدا را کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نسازند. و الحمدلله و المنه دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش خدا مستجاب شد و از صلب این کافرها جوان مردای پیدا شدند که امروز افتخار اسلام هستند، افتخار تاریخ بشر هستند. همین بشرافتی دعای حضرت صلی الله علیه و سلم بود که رحمت عالمیان است. حضرت بین قبیله ها دعوت میکرد، صحبت میکرد، اما افسوس و صد افسوس که اکثر سخنهاش از یک گوش داخل میشده از گوش دیگر خارج. خب این قصه را ببخشه که تا اخیر نآوردیم. حضرت در نخله اومد، شخصی که از مکه خارج شده است دیگر امکانی داخل شدنی به مکه را نداشت، میتونستن قتلش کنن. هر شخصی که ملاقاتش میکرد میتونست که قتلش کنن. حضرت در نخله چند روز سکونت اختیار کرد. در این مدت زید ابن حارثه را فرستاد نزدی 3 نفر، 2 نفر تکلیف حضرت رد کردند. حضرت از اونا کمک خواست، پشتیبانی خواست که من با پشتیبانی شما داخل مکه شوم، بر جان من ستم نشود. 2 نفر که یکیش سهیل ابن عمرو است این کار کردن، قبول نکردن. اما 1 نفر از بین اونا با نام مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبدالمناف
که در عبدالمناف با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جویا می شوند. همین مطعم ابن عدی قبول کرد. گفت به دل جان اگر چنده که دین اسلام قبول نکرده بود، به فرزنداش امر کرد گفت سلاحای ختونه بپوشید و تمام قومش برداشت. بنی نوفل همه را به پا خیزاند، سردار شد. گفت شما آیا آماده هستید که در راهی برای سخن من جان فدایی کنید؟ گفتم بله. پس گفت اسلحه‌تون را بگیرید. من به محمد پناه دادم، پناه سیاسی دادم. حضرت تا زمانی که مطعم ابن عدی رضایت خیش رو براش داد، در نخله بود. بار هنگام نماز خواندن خداوند یک عده از جنها را هدایت کرد. از راه میگذشتند صدای تلاوت قرآن به گوششان رسید و چنان مجذوب شدند این جنها که ایمان آوردند به محمد صلی الله علیه و سلم. و قصه ایمان آوردن اونا در سوره جن روایت شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، که خداوند به من وحی فرستاد، خدا به من وحی فرستاد که یک عده از جنها وقتی که تلاوت شیرینی تر از قرآن عظیم الشأن شنیدن گفتن عجب قرآنه، چیز کلام شیرینه، چی کلام جاذبه. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. این کلامی هست که انسان به سوی رشادت، به سوی بزرگی، به سوی پاک منظری دعوت میکرده است، به سوی حق دعوت میکرده است. پس ایمان آوردیم به آن، به الله همچه معبود و به محمد صلی الله علیه و سلم همچه رسول او. فلن نشرک بربنا احدا. پس هرگز به خدای بزرگ شرک نمیاریم. چرا خداوند پیغمبرش خبر کرد؟ زیرا گفت که ای حبیبی من اگر لازم شود لشکرم زیاد است، تمام دنیا لشکری من است، همه را به کمکی تو میخیزانم، تو ذره محزون نباش. بعد این خوشخبرها و بعد این بشارت‌هایی که از جانب خداوند به محمد صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت دیگر چنان دلشاد شد که باز همون عزم و جذب پیشینه در بدنش پیدا شد. باز برای در آینده دعوت کردن مردم آماده و حاضر شد. و مطعم ابن عدی هم با فرزنداش آمدن، حضرت گرفتن یک راست نزد خانه کعبه بردن. مطعم نعره زد در بین قریش، گفت من محمد پناه دادم، هر کسی که نسبت محمد جبر کرد نسبت من کرده است، من بر ضدش میخیزم. مطعم ابن عدی قبل از فتح مکه، حتی قبل از جنگ بدر از دنیا رفت است، به ایمان رفت. اما همین کاری خیری کردگیش چنان در ذهن پیغمبر نشسته بود که وقتی که در زمان جنگ بدر کفار مقدار 70 نفر از کفار قریش به اسارت غلطیدن، حضرت گفت قسم به خدا اگر مطعم زنده میشد، اگر همینو را از من میخواست، همش آزاد میکردم. پس ببینه که کاری خیر فراموش نمیشه. برادر این یک چند نکته بود از رنج عذاب‌هایی که حضرت صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام، در راه ترویج علم قرآن متحمل گشته است و کشیده است. من به شما رساندم همه اخبار صحیح، اخبار درست، هر چی که گفتم کتاب‌ها را نامبر کردم. متاسفانه به سبب بعضی کتاب‌هایی که افسانه‌شو از حقیقتشو بیشتر است، مثل درة الواعظین و امثال اینا، در میان مردم ما همه قصه های بر دروغ بسیار رواج یافته است. بس است بچه‌ها، فقط چیزی را قبول داشته باشه که به صحت رسیده است. الحمدلله و المنه امروز کتاب‌هایی که صحیح هستند، کتاب‌هایی که استنباط میکنن، هر حکمی را که بیان میکنن یا هر قصه ای را که میکنن زیاد هستند. از همیا خواهش میکنم استفاده بره. دیگه همه افسانه گویی و افسانه بافی را بس کنید. همه دنیا را ویران میکنه همه افسانه بافی و افسانه گویی و شایعه های بر دروغ. برای همین لازم نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع.
برای مرد گفت کافی است که از دروغ همی قدر کافی است که هر چیزی را شنید تحقیق نکرده در میان مردم شایع بسازد، یعنی ترام دروغگو میشه. امروز متاسفانه در جامعه یک کار بسیار شنیع رایج شده است. امروز در کوخنی و در کوچه و در بازار بعد همین سویت که نیست بعد اعلان میکنیم، جور میزنیم به تحقیق، به یگان چیزا فهمیدن بچه سویت فروختن، سویت فروختن برای همون درمون نمیرسه. از برای خدا همه گپ به حقیقت ذره موافقت نمیکنه. او خداوند عقل تو داده است. در تاجیکستان امروز نرخی همون برق نرخی بین المللی شما میدونه، شاید در بعضی چیزا از همون نرخی بین المللی را قیمتتر باشه. همین نرخی که مثلا از مسجد ما میتیم 25-26 درهم از برای هر یک کیلوواتش، در روسیه هم نیست، در قورو هم نیست. آخی وقتی که برق فروختن لازم شود برای پول، همین تاجیکستان چی در دوره مردمش خیخچ و پول میتن، همه آماده هستن که در بیگانه میفروختیم. از برای خدا باور کنه همین شایعه های بر دروغ اصلا بگیریم دشمنای دین، دشمنای دولت جاری میکنن، در بین مردم پهن میکنن. من از همت خواهش میکنم همین طریق سفسطه ها را باور نکنه، گوش نکنه. آخی که میفروختن در زمستان چی بالا فروختن؟ در زمستان قیمتتر به چی بالا فروختن؟ اگر که میفروختن شما دیده که در همون فوریه یک چند مدت دیگه 10 ساعتی سوید میدادن در قشلاقا، زیاد کردن. حتی حقیقتا همون آب کم شده است، پس شده است. این یگان جای چی نداره، واقعی پنهانی نداره. برای همین به همین سفسطه و به همین سخنهایی که سببگار نزاع و سببگار فتنه و سببگار فحش و فاحشی گویی و سببگار کینه و کدورت در میان مسلمان ها پیدا شدن میگردن، باور نکنه. من انشاءالله یقین دارم که مردم مسجد، خاصتا این برادرایی که در مسجد ما نماز میخونن، هر سفسطه ای را که تحقیق نشده از اساس نداره هرگز قبول هم نمیکنن و هرگز به این سفسطه ها گوش هم نمیاندازن. دعا میکنیم پروردگارا صحبت مون صحبت معاصر گردان، نه از صحبت های بی تاثیر. پروردگارا این رنج مشقت هایی که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام کشیده است برای ما یک نمونه عبرت قرار ده، تا اینکه به هر یک اندک مشقت ضعیف نالی نکنیم، گریه و فغان به عثمان برداریم، بلکه برعکس اراده مو کامل تر شود، صبر تحمل مو بیشتر زایی تر گردد و خداوندا حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم سرافراز گرداندی، براش بشارت دادی و در قرآن عظیم شأنت برای مسلمان ها بشارت های زیادی دادی. از جمله پروردگارا فرموده هر کسی که مرا نصرت کند، هر کسی دینی مرا نصرت کند، من ناصر او هستم. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما دین خدا را کمک کنید، خدا کمک شما را میکند، خدا دستگیری شما